چه کار مهمی داشتن که ما رو خواستن؟ چی کار دارن؟ ساکت! میخوام مطلب مهمی رو با شما در میون بذارم. تصمیم دارم بهلول رو به دربار دعوت کنم. آخه برای چی؟ بهلول یه دیوونه است. ساکت! برای آوردن اون به دربار راه چاره‌ای پیدا کنید. قربان، این چندمین باره که شما این درخواست از بهلول مجنون میکنین. فکر نمیکنین به شما بی‌اعتنایی کرده؟ آری اون اگر اومدنی بود تا حالا میومد دیگه. بله، اون هر بار به بهانه‌ای از امر مبارک شانه خالی میکنه. بله. خوب نیست بیشتر از این بهش اصرار کنین. بله. من فکر میکنم این مردک خل شایسته این همه عنایت و توجه نیست. گفتم راهی برای آوردن اون به قصد پیدا کنید، نه اینکه من از آوردنش منصرف کنید. به من باشه میگم مامورا اونو کشون یا با پس کردنی تو کوچه و بازار بگردونن و کت بسته به حضور بیارن تا بفهمه اگه حاکم دستوری میده باید اطاعت بکنه. به من باشه اونو با آرون زمانی خری به رهنی میکنه. بله. این چه حرفیه؟ بهلول مرد محترمیه. این کار نه در شأن اونه و نه در شأن حاکم مهربانی چون حاکم ما. بگو دیگه. اما قربون اون قلب مهربونتون، بهلول شهره به دیوانگیه. حضور دائم اون در جمع اشرافیان نمود خوبی برای دربار نداره. بله درسته. حق با جناب وزیر قربانه. دربار رو مسکه خاصه ها میکنی. حضور اون اعتبار همه ما رو تحت شعاع خودش قرار میده، به خصوص شخص شما رو جناب حاکم. نگهبان! من که حرف بدی نزدم. نه ترس با شما کاری نداره. بله سربرم. بهلولو پیش من بیاورید. خودم راهی برای راضی کردنش پیدا میکنم. از کی جلو حاکم اینطوری به بهلول علاقه من شده که به خاطر اون سر ما فریاد میکشی؟ دیوانه چو دیوانه ببینه خوشش آید. حالا شما برای چی ناراحته؟ یعنی شما نمیدونی که حضور دائم بهلول تو دربار چه معنایی داره؟ همین حضور گاه و بیگاهش داره همه رو دیوونه میکنی. بله. یعنی مشکل حضور یک دیوانه از حضور جمع شما بیعقلان بدتره. ارادت شما به بهلول زیاد شده. نمیشه که همینجوری دست رو دست بذارین که بیاد به ریشمون بخندی. شما چرا ساکتین؟ یه حرفی هم شما بزنین. فهمیدم. حاکمم مثل همه سلاطین نیاز به یک تلخک داره تا او رو بخندون. بله. شما میخواین خودتون رو سیاه کنین و دلغک بشین یا جناب قاضی؟ بهلول خسته نشدی از این زندگی آشفته و در بدنی کوچه و بازار؟ آنچه خستگی میاره ملال و تکراره. شکر خدا که خالق جهانی است دائم در حال نو شدن، نه چون دنیایی که شما برای خود ساخته و خود را در آن زندانی کرده اید افزاینده ملال. چه میشد اگر منتی بر ما گذاشته دمی با ما در این زندان به سر می بردی؟ هیچ عاقلی به پای خود به زندان میره؟ بهلول، این تویی که از عقل و عاقلی حرف میزنی؟ اما من که به دیوانگی شهرم کاری برخلاف آنچه عقلم میگه میکنم. پس میپذیری؟ اگر در آن فایده ای باشه.
شما از این خبر شاد نشدید؟ باعث افتخار و خرسندی ماست. پس چرا نمیخندید؟ ببینی موجودات سرگرم کننده ای هستن، با وجود اینا به تو سخت نمیگذرد بهلول. ظاهرت به درباریان نمیاد بهلول. آشفتگی تو در شأن دربار حاکمی مصر ما نیست. یک کمی ریشتو شانه کن. پس چرا با دست؟ من شانه ندارم. یه دونه شونه بیار. اطاعت قربان. دیگه میخواد چی کار بکنه؟ نمیدونم. بسیار خوب، اون شانه را بدید به بهلول. بفرمایید. چرا شانه را تو دستت گرفتی؟ لباسم جیب نداره تا شانه را در آن بگذارم. یه دونه جیب بش، نه یه ردا بش بدید. این ردا رو بپوش و شانت بذار تو جیب او. میگم که قاطی کردی. ردا رو آوردم. ردا رو بده به بهلول. بدش. ممنون. حالا اینا رو ببر بذار تو اتاقت. من خانه ندارم که اتاقی داشته باشم. حالا که خونه نداری، پس چرا تو قصر نمیمونی تا ما هم بتونیم اوقات بیشتری از حضور تو بهره ببریم؟ سکوت نشانه رضایته. از اتاقای خالی قصر اتاقی رو برای بهلول آماده کن. برای اینکه بتوانم با هیئتی مناسب دربار در جلسات حاضر شوم به چند دست لباس نیاز دارم و کمدی که لباسها را در آن بگذارم و آینه‌ای که خودمو در آن ببینم. هر چی میخواد در اختیارش بذارید و ظروف و مایحتاج طبخ ولی غذای تمام کارکنان قصد در مطبخ تهیه میشه. من به غذای پخته شده در مطبخ شما لب نمیزنم. برای چی؟ خب با بغض‌های پنهان و آشکار و خطر مسموم شدن توسط بدخواهان و حسودان و اطرافیان. از این چیزایی که میگه ما نمیترسیم بهلول. این از کوته فکری شماست. امروز روز تو بهلول، از من نخواهی شنید. امروز هر چی بخوای در اختیارت میذارم، حتی تخت دارالحکومت. چیزی که از عمر کوتاه ما کم میکنه به چه درد میخوره؟ خلافت چه ربطی به عمر داره عزیز من؟ ربطش همین بس که من تا حالا 3 خلیفه دیدم، اما هیچ خلیفه‌ای تا کنون 3 بهلول ندیده. از این پس مزد حضور در جلسات دربار تو را بی نیاز میکنه بهلول. من مزد کار نکرده نمیستانم. از چیزی که میترسیدیم به سر ما. از ماست که بر ماست جناب قاضی. بهلول
ببخشید جناب بهلول، جناب حاکم شما رو به حضور طلبیده. خب بهلول، به جمع درباریان ما خوش آمدی. در جمع دیوانگان سهم من از دیوانگی کم شده. امروز کسی در جمع ماست که میگن پاسخ هر معمایی رو میدونه. برای همین معمای جلسه قبل رو یه بار دیگه مطرح میکنم تا ببینم بهلول این شهرت رو به درستی کسب کرده یا نه. جناب حاکم، جواب اون معمای پیچیده‌ای که ساختید فقط پیش خودتونه و بس. بله. بیش از این کموشی ما رو به رخ ما نکشی قربان. من که نشنیده ناتوانی خود را از حل آن اعلام میکنم. اما معما، اگه یه دونه گرگ داشته باشیم، یه گوسفند داشته باشیم و یه بسته علف داشته باشیم و بخوایم اونا رو به اون سوی دجله ببریم و هر بار نتونیم بیشتر از یکی از اونا رو با خودمون ببریم، چه کنیم که نه گوسفند علف رو بخوره نه گرگ گوسفند رو؟ میگم باشید بذارید خوب فکر بکنه. پس کجا داره میری بهلول؟ نمیدونم شونمو تو جیب کدوم ردام گذاشتم. حالا با شونه چی کار داری؟ معماتو بگو. من با شونه کاری ندارم، ولی میترسم دیگران با اون کار داشته باشن. آخه اتاقای این قصر قفل نداره، میترسم یکی بره تو اتاق و بمان بهلول، دستور میدم نگهبانا جلوی اتاقت به نگهبانی بیستن. ترس من بیشتر از همین نگهبانانیست که همه جای قصر در رفت و آمدن. گستاخی رو از حد گذرده. بله. حضور مردی آبی و جیوانی در میان درباریان عواقبی کمتر از این به دنبال نخواهد داشت. بله، باید منتظر توهینای بیشترش هم باشیم. ساکت! حالا باید چیکار کنیم؟ بهلول مارم داره دیوونه میکنه. برای ما که بد نشد چند بار دیگه از این کارا بکنه از چشم حاکم میفته. پس بهتره یه کاری بکنیم زودتر این اتفاق بیفته. بله. وای که دیگه خسته شدم. از چی خسته شدی؟ شما از حضور این مردک دیوانه تو قصر راضی هستی؟ این چه طرز حرف زدن درباره بهلوله؟ خب تو قصر همه اونو اینطوری صدا میکنن بانوی من. این صفت برازنده همون کساییه که اونو به بهلول نسبت میدن. حق با شماست، بهلول هرچی باشه دیوونه نیست. بهلول ای وای امان از دست این جماعت نادون. چی میخوای؟ بگو میشنوم. در رو کن بهلول. در بازه. این وقت شب چی میخوای؟ شما فرق شب و روز رو نمی‌دونی. چرا؟ ولی راستش یه سوالی دارم. تو اون معمای گرگ و گوسفند رو یادت میاد که برات تعریف کردم؟ آره یادمه. خب اون معما رو من طرح نکردم، خودمم اونو از یه جایی شنیدم. خب من جوابشو نمیدونم. اون وقت تو جلسه فردا تو جوابشو میدونی؟ یعنی مردم این ولایت مشکل دیگه ای ندارن؟ فقط همین یه بار.
اول گوسفند رو با خودمون میبریم میذاریم اون طرف دجله. خب بعدش اگه علف رو ببریم گوسفند میخورتش و اگه گرگه رو ببریم گرگه گوسفند رو میخورتش. بعد میایم گرگو میبریم و گوسفند رو با خودمون برمیگردونیم. گوسفند رو میذاریم این طرف و علف رو میبریم، دوباره برمیگردیم و گوسفند رو میبریم. حالا فهمیدی؟ آها گوسفند رو میبریم. شما دارید با هم چه دروغایی میگین؟ معلومه، مدح خلیفه رو میگن. آمدی بهلول جان؟ اومدم که بگم نمیام. نمیای؟ نگهداری و فکر این که داراییمو کجا و چگونه هزینه کنم امانمو بریده. آخه مگه تو چه داری جنقت نگرانی؟ مسئولیت. بهلول حالا که انقدر مسئولیت شناسی سری به اون اسب زبون بسته بزن ببین چی میگه که از صبح یه نفس داره شیهه میکشه. میگه حیف تو بهلول نیست که با این خرا توی مجلس نشستی. بله؟ بله؟ منظورش ما بودیم. شما بودیم. جناب حاکم اگه اجازه بفرید باید بگم که بهلول اجازه نمیدم. جناب حاکم کجا تشریف میبرید؟ شنیدن پند ادب است حتی اگر از اسب باشد. چی؟ منظورش خودش بود. من که نفهمیدم. میخواستم درباره موضوع مهمی با تو مشورت کنم. چطور شده که حاکم منو برای مشورت انتخاب کرده؟ صحبت امر خیره و زنان در این خصوص صاحب نظرن. وای خاک عالم بر سرم، حاکم قصد دارن دوباره زن بگیرن. بابا میخوام تو رو به خونه بخت بفرستم. وای الان چه وقتی خونه بخت رفتنه؟ به خونه بخت رفتن که زمان نمیخواد، هر وقت پیش آید خوش آید. خب این مرد خوشبخت کی هست؟ بهلول. بهلول چی شده که بهلول میخواد زن بگیره؟ بهلول چنین قصدی نداره. من تصمیم گرفتم برای زن بگیرم تا امانتدار و امین اون باشه و بهلول از نگرانی سرقت اموالش خلاص بشه. یعنی مشکل بهلول این چند تیکه اساس و شونه عاج و ردای زربفته؟ خودش چه اینطور میگه؟ به نظر هنوز بهلول رو نشناختیم. بهلول دلش برای اموال تمام عالمم نمی لرزه. پس چرا اینطور وانمود میکنه؟ بدون شک اون میخواد نکته ای رو به ما بفهمونه. حالا چی شده که این بهلول دانا منو انتخاب کرده؟ بیا اینا رو بگیر و از عذاب رهام کن. این چه عذابیست که الان حرف میزنی بهلول؟ کدام عذاب بالاتر از غفلت از خویش و یاد خدا؟ آخه این ردا و به ترس از اموالی که دور خودت جمع میکنی و با اون هیچ کاری نمیکنی، مالی که گرهی از کار صاحب خود و دیگری باز نکنه وبال گردن صاحبش میشه. کاش اونایی که میگن بهلول دیوونه است الان اینجا بودن و میشنیدن.
حیف از این مرد که تا تو قبر سو زندگی میکنه. این چرخ میزنی زن